الرحمن الرحیم. می‌خوایم در این آموزش ارائه بدیم چند تا یاهو مسنجر در روی ویندوز باز کنیم. شما می‌بینید که الان من یاهو مسنجر دیگه خواستم باز کنم باز نشد. بران میریم، ران تاب میکنیم رج ادیت اوکی میزنیم. وارد پنجره هکی کارنت یوزر میشیم. هکی کارنت یوزر باز میکنیم منوشه به قسمت سافوار یاهو پیجر تست. در قسمت تست اینجا باید یک دونه والو ایجاد کنیم، نیو استرینگ والو. خب در اینجا تایپ میکنیم که لورا. خب بهش عدد 0 رو میدیم. اوکی. خب در اینجا کار تموم شد. حالا یک یاهو مسنجر دیگه باز میکنیم. ما همینطور میتونیم چند تا یاهو مسنجر دیگه هم باز بکنیم. شما میتونید همونجور به تعداد یاهو مسنجراتون رو باز کنید. ممنون از اینکه تماشا کردید.